سلام، خوش اومدی به مدیتیشن امروز. در اکثر متون عرفانی از نیت و خواسته قلبی صحبت شده. Ask and you shall receive. بخواه و دریافت خواهی کرد. تو کتاب 4000 ساله اوپانیشادز میگه ستاسم کالپا ستاس رشتی. خواسته قلبی هر چیز باشه، واقعیتت همونه. سوالی که اینجا میتونه پیش بیاد اینه که خب پس چرا من به خواسته قلبیم نمیرسم؟ چرا چیزایی که میخوام به نظر دور از دسترسم؟ جواب ساده است. کائنات به این که تو چی میگی پاسخ نمیده. کائنات به انرژی تو پاسخ میده. برای همین وقتی خواستن از محل نداشتن، نیاز و ترس باشه، داری انرژی نیاز و ترس و خواستن بیشتر رو به دنیا مخابره میکنی و این دقیقاً همون چیزیه که دریافت خواهی کرد. دنیای خارجی انعکاس دنیای درونیه. برای عشق در دنیای بیرون باید اول عاشق بشی درون. برای ثروت تو دنیای بیرون باید غنی بشی از درون. و برای زندگی در صلح و آرامش در دنیای بیرون باید اول صلح و آرامش به وجود بیاری در دنیای درون. این راز بزرگ کائنات. پس اگر برای مدیتیشن آماده ای، هر کجا که هستی آروم بشین، چشاتو ببند، یه نفس عمیق بکش، دم از بینی به شکم و سینه و با بازدم به دنیای شگفت‌انگیز درونیت قدم بذار. همینطور که چشمات بسته است، متوجه حضورت شو. حالت نشستن تو تجسم کن. محیط اطراف رو توی ذهن ببین و خودت رو تو این فضا پیدا کن. دستات، صورتت، جاهایی که بدنت سطحی که روش نشستی رو لمس میکنه. با جزئیات خودت رو تو این فضا تجسم کن. همینطور که خودت رو تو ذهن میبینی، متوجه نفس شو. هر طور که هست، احتیاجی نیست تغییرش بدی. فقط ببین که داری نفس میکشی. دم و بازدم. ببین که با هر دم و بازدم بدن باز و بسته میشه. ورود و خروج هوا رو حس کن و به آرومی با من یه نفس عمیق بکش. دم از بینی به شکم، سینه و یه بازدم آروم و طولانی. به زمین زیر پات متصل شو. تجسم کن که با هر دم انرژی زندگی از زمین به تو منتقل میشه، از ستون فقرات بالا میره تا نوک سر و با بازدم از نوک سر ریلکس تا پایین ستون فقرات. رها کن. درست مثل یه آسانسور، با هر دم از پایین پر شو از زندگی و با هر بازدم رها کن نگرانی ها، خستگی ها و فکر و خیال رو. یه بار دیگه دم، نفس عمیق از ستون فقرات بالا تا نوک سر، مکس، و بازدم آروم و طولانی رها کن از نوک سر تا پایین. آزاد، آروم. رها کن هر چیزی رو که تو این لحظه بهش احتیاجی نداری. رها کن برنامه ریزی رو، رها کن گذشته رو، رها کن آینده رو. یه بار دیگه یه نفس عمیق، پر شو از نفس، شکم تا نوک سر، مکس. بازدم طولانی،
آروم و همراه اون رها کن خستگی رو. بدرقه کن نگرانی رو. فراموش کن گذشته و آینده رو. تو این لحظه ساکن بدنت شو و نفس بکش. یه بار دیگه نفس عمیق، دم از شکم، سینه تا نوک سر. بازدم آبشار آرامش از نوک سر تا مرکز زمین. با هر دم از زمین انرژی رو دریافت کن و با هر بازدم خستگیاتو بهش بسپار. اجازه بده زمین نگهت داره. خودت رو در ارتباط با زمین حس کن. چند نفس دیگر رو به همین شکل با من همراه شو. دم، بازدم، آروم و ریلکس. دم انرژی رو از زمین دریافت کن، از ستون فقرات عبور بده تا نوک سر و با بازدم رها کن، ریلکس شو، آروم و وسیع. چند نفس دیگر رو به همین شکل به آرومی ادامه بده. با هر نفس عمیق و عمیق‌تر متصل شو به زمین زیر پات. یکی شو با این کره جادویی. نفس عمیق، بدن آروم، لبخند روی لب، لبخند توی چشما و لبخند روی قلب. کم کم نفس رو رها کن. اجازه بده برگرده به ریتم و آهنگ طبیعیش، بدون تغییر و دستکاری، بدون عمیق کردن و آروم کردن. هر طور که هست اجازه بده باشه، همونطور که میاد بذار بیاد و همونطور که میره اجازه بده بره. فقط متوجه و شاهد آمد و شد موج نفس باش. حس کن بدن رو که با هر دم مثل بالون باز و با هر بازدم کمی بسته میشه. آروم، ساکن و بی تلاش. پیشونی آروم، چشما ریلکس، فک و گلو آزاد، شونه ها ریلکس، تمام بدن غرق در احساس آرامش. همینطور که به آرومی نفس میکشی، بدون که تو خالق زندگیت هستی تو هر لحظه. بدون که کائنات به انرژی وجود تو پاسخ میده.
اولین مرحله از رسیدن به آرزوهات خارج شدن از انرژی خواستنه. چون خواستن فقط خواستن بیشتر ایجاد میکنه. برای خروج از انرژی خواستن به یاد بیار چیزایی که بابتشون امروز بیش از هر چیز قدردانی. قدردانی رو تجربه کن برای چیزایی که داری اما معمولاً حواست بهشون نیست. قدردان باش برای بدنت، برای دست و پات، سقف بالای سرت، غذای سر سفره. برای چند لحظه به یاد بیار چیزایی رو که براشون تو این روزا بیش از هر چیز قدردانی و بابت بودنشون احساس عمیق قدردانی رو توی قلبت احساس کن. و حالا با این انرژی دارندگی آرزویی که داری رو بیار به ذهن. چیزی که بیش از همه چیز دلت میخواد اتفاق بیفته رو توی ذهنت تجسم کن. قبل از هر چیز میخوام خوب به این جمله گوش بدی. فارغ از این که این آرزو چیه، فارغ از این که چقدر بزرگی به نظر میاد، میخوام بدونی که تو لیاقتشو داری. تو استحقاق رسیدن به این آرزو رو داری و دنیا برات میخواد که به این آرزو برسی. این آرزو منتظر توه. لحظه رسیدن به این آرزو رو توی ذهن تجسم کن. خودت رو ببر به زمانی که این رویا محقق شده، طوری که انگار اگه الان چشاتو باز کنی اون اتفاق افتاده. زندگیت رو در حالی که این رویا به حقیقت پیوسته تجسم کن. چه چیزایی تغییر کرده؟ چه صداهایی اطرافت میشنوی؟ کیا پیشتن؟ و مهمتر از همه، چه احساسی تو بدنت داری؟ ببین تو شرایطی که آرزوی بزرگ قلبیت برآورده شده چه حس و حالی توی بدنت به وجود میاد. تو قلبت، تو صورتت. توی بدنت بمون و این احساس رو عمیقاً حس کن. اجازه بده بدنت با طعم شیرین تحقق رویاهات آشنا بشه.
هر وقت متوجه شدی افکار شک و دودلی به سراغت اومدن، به سادگی یه لبخند بزن. متوجه شو که این فقط یه عادت ذهنیه و برگرد به تجسم، برگرد به بدن و برگرد به احساس خوب موفقیت. همینطور که داری زندگیت رو در حال برآورده شدن این آرزو تجسم میکنی، این تصویر رو مثل یه دونه توی فیلد انرژی کائنات بکار. همونطور که وقتی یه دونه رو توی خاک میکاری ایمان داری که اگه بهش رسیدگی کنی به زودی جوونه میزنه، ایمان داشته باش که دونه‌ای که تو بستر کائنات کاشتی هم با رسیدگی به نتیجه خواهد رسید. بعد از اینکه این دونه رو کاشتی، یه نفس عمیق بکش، برگرد به بدنت، برگرد به این لحظه، مجدد متوجه نفس شو، دم و بازدم. زمین زیر پا رو حس کن و با آرامش و اطمینان یه نفس عمیق بکش، دم و با بازدم به آرومی چشتو باز کن. از این تصویر دور نشو. این مدیتیشن رو تکرار کن و با آبیاری و رسیدگی مدام به دونه‌ای که کاشتی شرایط رشد رو براش فراهم کن. مثل کسی که میخوای باشی بشو و از همین امروز شروع کن تمرین کردن برای شبیه شدن به کسی که میخوای باشی. با برگشتن به این مدیتیشن و تکرار این احساس خودت رو و بدنت رو با آرزوی به دست اومده و احساس موفقیت آشنا کن. ممنون که امروزم با من نشستی. تا مدیتیشن بعدی، نماسته.